محرموف محمد رحمت اللهویچ معروف به محمد رحمت الله و دومولوی محمدی که یک وقتها رهبر سلفیای تاجیکستان نام برده میشد، اینک بار دوم به 8 سال زندان محکوم شده است. همراه او یک گروه بزرگ پیروان سلفیه را به مدت از 7 تا 10 سال روانه زندان کردند. دومولو رحمت الله سال 2016 نیز به 8 سال زندان محکوم گردیده بود، ولی سال 2021 بر اساس قانون عفو آزاد شد. او تقریبا یک سال بعد رهاییش در اول ماه نوامبر سال 2022 از نو دستگیر شد. مقامات این قضیه را تا حال شرح ندادند، ولی یوسف محرموف برادر محمد رحمت الله روز 23 مارس سال 2023 به رادیو آزادی گفت حکم را دادگاه نوع اسماعیل سامانی شهر دوشنبه صادر کرد و برادرش را بر اساس ماده 307 کودکس جنایی گناهکار دانست. اما یوسف محرموف گفت تفصیلات دیگری حکم از جمله به چه دلیل پس پنجره بردن برادرش را نمیداند. ماده 307 کودکس جنایی تاجیکستان از چند بند و علاوه عبارت است و از جمله افراطگرایی، عضویت در سازمان‌های ممنوع و دعوت‌ها به سرنگون کردن حکومت را فرا می‌گیرد. راستی در مرافعه دادگاهی و هنگام اعلان حکم بودم، آدم بسیار بود، درست نفهمیدیم. همراه وی 12 نفر دیگر را از 7 تا 10 سال زندانی کردند. همسرش در مرافعه اشتراک داشت. بهتر است از او پرسید، گفت یوسف محرموف. خبرنگاران رادیو آزادی روز 23 مارس به خانه محمد رحمت الله نیز رفتند، ولی کسی حاضر نشد است که در این باره گپ زند. محمد رحمت الله 50 سال و 4 فرزند داشته، رشته شریعت دانشگاه بین المللی اسلامی پاکستان را ختم کرده است. دومولو محمدی در دهه اول سال 2000 در اوج فعالیت پیروان رویه سلفیه در تاجیکستان به میدان آمد و یکی از سخنگویان اساسی سلفی‌ها در بحث‌های مذهبی طرفداران این رویه نو برآمد با روحانیان سنتی به شمار می‌رفت. در سال 2009 در پی اوج گرفتن این بحث‌ها دادگاه عالی تاجیکستان فعالیت جریان سلفیه را رسما منع کرد و سال 2014 این رویه را بر روی خط سیاه سازمان و حرکت‌های افراطی شامل کرد.